فلانی و فلانی اصلا خیلی حال میداد. و اینکه بچه اگه دلتون تنگ شده به دزدی کردن از خونه بقیه، حتما توی کامنت اسم اونو بنویسین و ویدیو رو حتما لایک کنید. اگه لایک های ویدیو زیاد بود، دوباره سعی میکنم که از این ویدیوهای دزدی که شما خیلی دوست دارین دوباره بسازم. و حتما بگین که کی مونده که از خونش دزدی نکردم. تو کامنت اسم اونو بنویسین که داشلی سر به خونهشون بزنه و شاید یه چیز با ارزشی داشته باشه و بتونیم با فرانکلین بدزدیم. و آقا رسیدیم خونه و اینم ماشین جدیدمه. آنچنان ماشین خفنی نیست ولی ماشین باحالیه دیگه. آقا بریم خونه که خیلی خستم. امروز واقعا یکی از بهترین روزهای زندگیم بود. خیلی حس خوبی داشتم. سلام، چطوری؟ چاپ داره پیپی. ای اون چیه؟ چاپ داری چیکار میکنی؟ داره دستشویی میکنه. ای بابا وایسا ببینم اینا چی ان؟ خون؟ بچه‌ها خون رو دیوار پاشیده؟ چاپ اینا چی ان؟ خون پاشیده. چیکار کردی؟ ببینم سالمی؟ چرا پارس میکنی؟ چاپ که حالش خوبه ولی این خونا چیه؟ شاید گربه و اینا اومدن دعوا کردن یکم خونش پاشیده. چاپ حالت خوبه دیگه؟ حالش که میخوره خوب باشه. آقا من برم این خونا رو پاک کنم. خیلی چیز ترسناکیه. 1 ساعت بعد از تمیزکاری. آقا اینم از این تمیزش کردم دیگه خونه رو. من نفهمیدم چاپ چیکار کرده. چرا دستشویی کرده؟ ای بابا. آقا توی کامنت ها واسم بنویسید. یه سوالی برام پیش اومد. حیوان خونگی که دارین یا داشتین قبلا اسمش رو توی کامنت ها بنویسید. مثلا چه حیوانی داشتین؟ من خودم همستر داشتم، لاک‌پشت داشتم، جوجر دیگه هممون داشتیم. گربه نداشتم، گربه برای همسایه‌مون بود میآوردم. بعد دیگه چی داشتم؟ خرگوش داشتم، عروس هلندی داشتم. زیاد بود بچا، دقیق یادم نیست ولی شما هم حتما بنویسین. آقا من خیلی خستم، برم یکم دراز بکشم و بخوابم. و اینکه چاپم که اون خونه رو تمیز کردم دیگه. خونه هم دیگه تمیزه دیگه، خونه خودمونم تمیزه. آقا شبتون بخیر و ما بریم دیگه بخوابیم دیگه. خیلی خستم. بچه صبح بخیر. آقا ساعت 10 من از خواب بیدار شدم. دیشب البته دیر خوابیدم. اون خونایی که روی دیوار چاپ بود رو داشتم تمیز میکردم. شما چند بیدار میشین صبح؟ بچه من اصولا ساعت 7-8 اینا بلند میشم، ولی اگه شبش دیر بخوابم مثلا 4-5 بخوابم، 4-5 که هم میشه دیگه صبح، ولی از اون طرف شاید مثلا 11 اینا بیدار بشم. آقا ما دیگه بریم دنبال سیمیون دیروز بهم گفت که یه سر بیا مغازم، یه ماشین جدید آوردم دیگه. هر سری بچا کارمون همینه دیگه. سیمیون بهمون زنگ میزنه ماشین جدید آوردم، داشتالی میره ماشینشو میبینه و چون پول نداره نمیخره. بریم ببینیم سیمیون ماشین جدید چی آورد. اینجا چه خبره؟ تو ماشین آمبولانس و کلی پلیس داخل این خونه، یعنی چه اتفاقی افتاده؟ یا خدا، هیولای چیزی حتما حمله کرده دیگه. خیلی عجیبه. خدا بهشون رحم کنه. امیدوارم که اتفاق بدی نیفته. آقا ما بریم پیش سیمیون ببینیم ماشین جدید چی آورده دیگه. لیتس گو. بچه عاشق این آهنگم. خیلی آهنگ قدیمیه و واقعا حس خوبی میده. خیلی کثیفه. ماشین یه کارواش ببرم، یه لباس اینا بخرم و برای خونم یکم باید خرید مسئله خوراکی و این چیزا بخرم. برای چاپم باید غذا بخرم که غذاش تموم شده. دیروز داشت هی پارس میکرد. شب دیشب صدای پارس سگ میومد. چاپ بود؟ نه صدای دور میومد. نفهمیدم من کجا بود. بریم یکم غذا اینا بخریم و دیگه بریم سمت خونه دیگه. کادو تولدمون هم گرفتیم. از 1 تا 10 به کادو تولد داشتالی هم نمره بدین و گن زدم کادو تولدم. و اینکه خیلی اوسکیه. برو بریم. اوه چه بارونی داره میاد. وای بودو. بچا ما دیگه بالاخره خریدار ماشین نابود شد. خریدار کردیم و چه بارونی هم گرفته. وای بودو دارم خیس میشم. آقا بالاخره رسیدیم خونه. هیچی خونه خود آدم نمیشه. واقعا بچا قدر خونه‌تون رو بدونید که واقعا بهترین حس دنیا خونه خود آدمه. آقا من لباسامو عوض کنم که البته لباسام نه بذار عوضشون کنم. بابا خیسه. سرما میخوریم برام داستان میشه. بذار اینم لباس چی داریم؟ لباس خیلی راحتی بپوشم که بگیریم بخوابیم دیگه. لباس راحتی این خوبه. کسی با عینک دودی نمیخوابه داشتالی. همین لباس خوبی. آقا ما همینو بپوشیم و بریم بگیریم دیگه بخوابیم. خیلی خسته شدم. کلی خوراکی و اینا خریدم برای چاپ و برای خودم. لباسم خریدم که لباس جدیدا رو حالا فردا بهتون نشون میدم. آقا شبتون بخیر. ما بریم بگیریم بخوابیم. صدای چی بود؟ یو خدا، صدای جیغ اومد، شیشه شکستن و اینا. صدای چی بود بابا؟ سکته کردم. این همسایه‌مون بود. اسکل نصف شبی داره جیغ میزنه. چه بارونی هم گرفته. قلبم اومد تو دهنم بابا. دهنت سرویس. بگیر بخوابا. چی بود این نصف شبی صدا اومد؟ آقا شب بخیر. 7 ساعت بعد. آقا عجب شبی بود. یه صدای شنیدم سکته کردم بابا. صدای آژیر پلیس و آمبولانس میاد. چه خبره؟ چرا هر روز داره پلیس آمبولانس میاد داداش؟ نکنه اون هیولای داره حمله میکنه. بابا ولمون کنین. چه خبره اینجا؟
چرا اومدن سمت خونه همسایه من؟ ببینم. سلام، خسته نباشید. سلام، بفرمایید. میگم اتفاقی افتاده اینجا؟ آمبولانس و پلیس و اینا اومدن؟ آره یه خانمی داخل این خونه زندگی میکنه، مثل که شب یه سگ یا یه گرگ بهش حمله کرده. یه سگ یا یه گرگ بهش حمله کرده، بعد الان اون زنه زنده است یا چی؟ دستاتش داخل حیات، من خبر ندارم. باشه مرسی. وایسا ببینم، یعنی چی یه سگ یا یه گرگ حمله کرده؟ نکنه اونی که سیمیو میگفته. وایسا ببینم الان چه خبره اینجا، چقدر پلیس. او یا خدا، زنه رو کشتن، کلا صورتش هم پر خونه. ای خدا وای. بچا فکر کنم کار اون نمیدونم سگ بود، گرگ نما بود، چی میگفتن؟ فکر کنم کار اون هیولا است. بابا ولم کنید. هیولا چی؟ مگه تو این شهر اصلا هیولا وجود داره؟ آقا من میرم خونه. ولم کنید بابا. اصلا ماشین خوشگل داشلی دارین که. آقا من میرم خونه. اینجا اصلا ترسناکه در اینا رو گفت بکنم. واقعا داره بچا همه چی هم ترسناک میشه هم خیلی عجیب. سلام چاپ، چطور؟ چه بوی گندی. اینا چی؟ حاجی زمین کلا خونه و کلی گوشت و اینا. چاپ باورم نمیشه، این چه خبره؟ حاجی نکنه اون هیولا اومد اینجا. چاپ تو حالت چاپ چرا دهنش خونیه؟ خب بذار زنگ بزنم. صبر کن، چیکار میخوای بکنی؟ کی اونجاست؟ الو، یکی حرف زد. من بوکسر کجا؟ چاپ تو هم داری میشنوی؟ یو خدا چه خبره؟ دیوونه منم چاپ. جانم بچه دارم خواب میبینم. الو داشلی بیداری؟ چاپ داره با من حرف میزنه. چاپ تو داری حرف میزنی؟ آره دیگه، مگه چشه؟ من الان باید قش کنم. یعنی چرا داری حرف میزنی؟ چاپ میگم الان من زبونم گرفت، من چی بگم؟ آخه با سگ دارم حرف میزنم. کیو دیدیم با سگ حرف بزنه؟ داشلی با سگ حرف میزنه. وایسا ببینم الان چاپ اگه خب نمیدونم حالا از کجا یاد گرفتی داری حرف میزنی، این همه خونه چیه؟ گرسنم بود، حالشو گرفتم. حالا کیو گرفتی؟ این دو زنه دیگه، خیلی رو مخم بود، شبا سر صدا میکرد. زنه؟ الان یعنی این همسایه‌مونو تو کشتی؟ آره، چی فکر کردی؟ یو خدا. بعد یه سوال چاپ، تو الان نمیدونم دارم دیوونه میشم بچه، من با یه سگ دارم صحبت میکنم. بعد اوکی اصلا اونو تو کشتی. بعد چند شب پیشم این ساختمون پایینی هم فکرم یه نفر یه چیزی شده بود، اونم آره کار خودم بود. یه مرد چاق بود، خیلی خوشمزه بود. بچه من دیگه دارم کم کم دیوونه میشم. مهم اینه که من سیرم. باشه همیشه سیر باشی، خوبی دیگه. بچه من برم یه دکتر بیارم فقط ببینین چاپ چشه. چاپ داره با من حرف میزنه، مثلا رفتارش عجیب شد، تبدیل شده به یه هیولا. آقا من برم دنبال یه دکتر. 5 ساعت بعد ببین آقای دکتر فقط خیلی عادی رفتار کنه، این سگ حرف میزنه، باور کن حرف میزنه. آی فرانکلی شما فکر کنم خیالاتی شدی، ولی خب بریم سگ رو معاینه کنم. آره بیاین سگ رو معاینه کنین. سگ دیوونه شده. یو خدا، چاپ من تبدیل شده به یه هیولا و آدما رو داره میخوره. هیچ وقت فکرشو نمی‌کردم. اسکل انگار نفرین شده. نفرین شده. نه بابا نفرین چی؟ هاپوی خوبم، سگ خوبم، چاپ عزیز. این خونا رو من پاک نکردم. آی دکتر بفرمایید چاپ حالا یه معاینش میکنین؟ چشم حالا معاینش میکنم. 1 ساعت بعد بچه 1 ساعت گذاشت این معاینه کرده و میگه چاپ دندوناش تیز شده، زورش خیلی زیاد شده، غذا به شدت نیاز داره چون هی داره گرسنش میشه و اینکه بهم برگشته میگه نذار گرسنش بشه، اگه گرسنش بشه امکان داره منم بخوره. یعنی داشلی توسط چاپ خورده بشه، اینقدر میخوره هی داره دستشویی میکنه. ایول خیلی ممنون آقای دکتر، مرسی که اومدین. خواهش میکنم، فقط هزینه داشت. هزینه اوکی بابا، الان $100 میذارم حسابتون. هزینه‌اش $500. بابا $500 گرفتی اومدی یه دو تا دندون سگ دیدی؟ باشه بابا اینم $500. آخیش برای آقای دکترم رفت دیگه. این چاپ من کم کم ازش میترسم. ای فرانکلی باشه چطوری چاپ؟ خوبی؟ همه چی رو به راه؟ اوکی؟ فرانکلی میگم من گرسنمه. گرسنه؟ همین الان شام خوردی یعنی بهت غذا هم دادم؟ نه من گرسنمه، باید زود بهم یه غذا بدی، مگه نه تو رو میخورم. الان خب چجور بر تو یه غذا اوکی کنم؟ چی میخوری تو؟ گوشت میخوری؟ آدم برم براش بیارم؟ برو بابا. نمیدونم یه حیوان برو شکار کن زود برام بیار. بدو. یه حیوان باشه. باز حداقل بچا حیوان شکار کردن خیلی بهتر از اینه که من بیام یه دونه آدم بدم. وای خود منو نخوره خوبه. با ماشین تولدم بریم آقا، من یه حیوان شکار کنم بیارم بدم این بخوره تا ما رو نخوردی. یو خدا عجب گیری افتادیم. داشلی هیچ وقت شانس نداره. البته نه داشلی خوش شانسه. چرا؟ چون این سگ هیولا داره و همه ازش میترسن و خودم. الانم گند زدم به کادو تولدم. خیلی خب بچا هوا هم داره تاریک میشه و من بالاخره تونستم یه دونه گوز پیدا کنم که شکارش کنم. آماده؟ برو بریم. اوه
سری اینو بردارم ببرم خونه بدم این چاپ بخوره. بابا دهن ما رو سرویس کرده. عجب گیری افتادیم. مردی دیگه گوزنی. آره مرده. خب آقا اینم از شام چاپ. اگه بهش شام ندم منو میخوره و این خیلی ترسناکه. خیلی خب بچه‌ها هیچ چیزی به من نگین. این گوزنه رو آوردم چاپ داره اونو میخوره و منم خودم سکته کردم و خیلی دارم میترسم. و اینکه بچه من یه نقشه دارم. الان به چاپ گفتم که من میرم بیرون یکم خرید دارم. خرید بکنم میام. اونم داره شامشو میخوره. بچه برم به لستر همه چیو تعریف کنم. میخوام به لستر بگم که یه دونه تیر به من بده. تیر بیهوشی خیلی قوی که بیام اونو به چاپ بزنم. چاپو بیهوش کنیم ببریم یه جنگل یه جایی ولش کنم که فقط نتونه بیاد خونه. اوکی تا بتونم از دستش راحت بشم. بچه این چاپ واقعا دیوونه شد و داشلی هم دیوونه شد. داره اینجور رانندگی میکنه داشت. و اینکه خیلی سریع باید خودم به لستر برسم. فقط زنگ بزنم ببینم لستر خونه است یا نه. لستر جون جواب میدی؟ بودو. سلام چطور لستر؟ سلام چطور فرانکی؟ خوبم. چه اینجوره؟ لستر میگم خونه ای من یه کار خیلی مهم باهات داشتم. میگم خونه ای من بیام؟ فرانکلین 12 نصف شب زنگ زدی به من میگی خونه. خب معلومه که خونم. گفتم شاید یه جا رفته باشی کار داشته باشی و اینا دیگه. چرا همه دارن داشلی رو تخریم میکنن؟ عجب آدمای بدی هستین. لستر میگم چیزه یه تیر میخوام ازت. یه چی میخوای؟ یه دونه برای اسلحه هم تیر میخوام. یه تیر بیهوشی. ای شلوغ میخوای چی بیهوش کنی؟ این چی میخوای کیو بیهوش کنی؟ بابا تو چیکار داری؟ یه نفر میخوام بیهوش کنم. میگه الان بهش بخوام تعریف کنم بگم سگم حرف میزنه خرس شده گرگ شده داره همه رو میخوره اصلا باور نمیکنه. ببین تو تیرش آماده کن من حالا بعدم بهت میگم برای چی میخوام. ای شلوغ من مطمئنم تو میخوای یه کارای بدی بکنی. یعنی چی میخوای یه کارای بدی بکنی؟ لستر دیوونه شدی داداش. میخوام شکار کنم. میخوام یه گراز شکار کنم. اوکی؟ بس بحث گرازه. آره داداش بحث گرازه. من میخوام یه گراز شکار کنم. باشه بیا خونه آمادهش میکنم. حل دیگه دمت گرم. آقا ما بریم فقط با لستر اینو تیره رو ازش بگیرم. حضوری بهش تعریف میکنم که سگم چی شده و چاپ الان حالش خوب نیست و اینا. چون پشت تلفن میگم میخواد بگه هه تو دیوونه شدی نمیدونم گیج شدی نصف شب خوابت میاد و اینا و حرفای منو باور نمیکنه. برای همین با حضوری برم بهش بگم. 1 ساعت بعد از تعریف کردن ماجرا به لستر. حالا فهمیدی داستان چیه؟ 1 ساعت دهن منو سرویس کردی؟ پس اینجوره. خیلی عجیبه. من اصلا فکر نمی‌کردم که چاپ یه همچین سگی باشه. منم اصلا فکرشو نمی‌کردم ولی خب اتفاق افتاده. یعنی سیمیون اصلا خبرشو بهم گفت بعدش فهمیدم که اون هیولا سگ خودمه. فرانکلی من یه نقشه دارم. بیا اینو بیهوش کنیم. برو یه جنگل جای ولش بکن بعد اونجا که برگردیم دیگه چاپ هم نمی‌بینیم. خب منم می‌خوام همین کارو کنم دیگه. پس آقا اوکی دیگه گفتی اون تیرو بزنم کلا بیهوش میشه تا 6 7 ساعت. آره خیالت راحت. حل آقا دمت گرم. برو بریم. از لستر بچا یه دونه تیر اسلحه گرفتم که اونو اگه بهش بزنم تا 6 7 ساعت باعث میشه که چاپ بیهوش باشه. تو اون 6 7 ساعت هم بچا میبرمش یه جنگل یه جای خیلی دور افتاده. من چاپو ول میکنم فرار. امیدوارم که خونه رو نتونه پیدا کنه. پس برو بریم. بچه اون لحظه فرار رسید. الان فقط باید حواسم باشه که چاپ منو نبینه و از پشت بهش تیر بزنم. اگه منو ببینه منو میکشه. فقط چاپ کجاست؟ چاپ وایساد اونجا داره آب میخوره. چاپ ببخشید ولی مجبورم. خب بچه الان چاپو بیهوش کردم. فقط خیلی سریع بریم سوار ماشین بشیم و ببرمش وسط جنگل ولش کنم. خیلی خب بچه من الان اومدم یه لوکیشن خیلی دور افتاده. الان حدودا 4 ساعت توی راه بودم و امکان داره که 1-2 ساعت دیگه چاپ بیدار بشه. من به نظرم همین لوکیشن خوبه. بذار چاپو همینجا ولش کنم. خیلی خب بچه چاپ بیهوش الان اینجا افتاده و به نظرم لوکیشن خوبیه دیگه. آقا خیلی سریع فرار کنیم. فقط امیدوارم که چاپ نفهمه و خونمون اصلا نتونه پیدا کنه. بالاخره بتونم از دست این هیولا خلاص بشم. آقا چاپ اصلا اینجور نبود. چاپ خیلی سگ خوبی بود. باورم نمیشه. برو بریم. داشلی بچه همیشه عادت داره با پرواز حرکت کنه. نگاه اوسک بچه بالاخره رسیدم خونه. هوا هم روشن شد. الان فکر کنم 6 یا 7 صبح. هوا هم روشن شده دیگه. دست چاپم خلاص شده دیگه. من برم خونینا رو پاک کنم. بابا اینجا کلا گوز مرده خونینا ریخته هستن. چیز خیلی مزخرفی. برم دستمال از خونه. سلام چاپ خوبی؟ وای حاجی چاپ از کجا اومد؟ خیلی خوب بگو ببینم برای چی منو کشی؟ من نکشتم. من مگه کاری کردم؟ زود باش بهم بگو ببینم کار کی بود؟ چرا همچین کاری با من کردی؟ ببین چاپ وای بچا سکته کردم. این الان منو میخوره. ببین چاپ من نکردم. اصلا نقشه من نبود. کار سیمیون بود. پس کار سیمیون بود. حسابشو میرسن. بابا اصلا چاپ تقصیر من نبود. کار لستر بود. اصلا لستر همچین نقشه چید. مگه نه من برای چی باید تو رو اصلا ببرم وسط جنگل ولت کنم؟ که اینطور پس اینجوره. باشه حسابشو میرسم. آره کار من نبود. من الان خیلی خوابم میرم اصلا بخوابم. باشه برو بخواب خیالت راحت. باشه. وای بچه اینا کجا اومد؟ اینو مگه من بیهوش نکرده بودم توی کوه ولش کردم؟ سرعتش یعنی هم ماشین منم سریعتره. داره پشت سرم میاد. بچه من فقط میگیرم بخوابم. هیچ ریاکشنی هم نمیخوام نشون بدم. اوکی شبتون بخیر. بچه‌ها داشتم خواب میدیدم چاپ دوباره برگشته بود و اینا. چه خواب عجیبی بود. البته نه بچه‌ها خواب نبود اونایی که من دیدم.
چاپ واقعا برگشته بود. لستر وایسا زنگ زمینه. وای چرا بوق نمیزنه. لستر اتفاق بدی براش نیفته. فکر کنم چاپ لستر رو کشته. خب بچا اگه این ویدیو رو دوست داشتین و تا این ثانیه ویدیو رو دارین نگاه می‌کنین همین الان این ویدیو رو از این پایین لایک بکنه و توی کامنت قلب قرمز بذارین ببینم کیا داشتن ویدیو رو تا آخرش نگاه می‌کردن. کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو روشن کنید که هر وقت ویدیو خفن آپلود کردم سریع با خبر بشی. و اگه ویدیوهای ترسناک و داستانی هم دوست داری حتما توی کامنت برام بنویس. دو تا ویدیو آخرم اگه ندیدین بریم ببینید و امیدوارم که لستر هم زنده باشه. تا ویدیوهای خفن و ترسناک دیگه بدرود.